آمدی بچه جان. چی برگرد داری بچه جان؟ هیچ نه بچه جان. امروز پنجشنبه است. باید پنجشنبه که پدرت رو گذرانیم. پول نداریم. از بانک قرض داریم. از همسایه ها قرض داریم. نمیدونم از کجا قرض گیریم که تا که پنجشنبه که پدرت رو گذرانیم. و نزدیکی باز چیلش می بیاید. بچه جان این هفته نمیشه نگیره. پول داشتیم هفته دیگر میگیره. نه بچه جان ایخی نگو. حاضر همسایه ها چی میگن؟ میگن پنجشنبگی پدرشون رو گذرانیده نتونستن. بچه جان من از پگاه مکتب نمیروم. چی با نمیروی بچه؟ پول کردنم پنجشنبگی پدرم رو گذرانه. نه بچه جان تو باید مکتبت رو خوب خونی تو که در آینده یک شخصی با آبرو شوی، در زندگی عذاب نکشی. تو این چیزا را فکر نکن بچه جان. تو درسات خوب بخوان، من خودم راه حلش میام. بچه جان این روز مردم دعوت کرده نتونستیم. ایره برده خونه یکم همسایه دته. همسرم از همان قدر روزهایی که خیر کردی روحی من از خیر دیروزت شاد شد. بچه جان بچه جان بچه جان بچه‌م همون خوراکی که بگه دادم و خونه کدام همسایه بردی؟ نه ترس بچه‌م بگو کجا بردی؟ بچه جان دیروز من خوراک خودم خورده بودم. اکنون شرکت راهی نجات کشوده اعلام می‌نماییم. دوستان عزیز در شرکت ما هیجامه درمانی، سوزن درمانی، گیاه درمانی، مساج درمانی حتی کاستاپرافت داخل می شود. در اول فیتابوشکا. این فیتابوشکا ما از دیگران در چی فرقیت دارد؟ در داخل این 16 نمود گیاهای نادر از مالایزیا ما دسترس نموده ایم که تمام خنکی های شما را شمال کشیدگی شما را از بدنتان کشیده میگیرد. بدن مساج درمانی و هیجامه. در اینجا متخصص کاستاپرافت داریم که چند ساله تجربه کاری دارد. با همراهی ما دکتر مراد که 10 ساله تجربه گیاه درمانی دارد و تمام نمود بیماری ها را با گیاه ها تبابت میکنه. و دوستان عزیز ما برای همه شما فراهم آوردگیم کورس های هیجامه، سوزن درمانی، گیاه درمانی، مساج درمانی، همشیرگی. شما میتونید بیاین بخونین، دارای سرتیفیکات میشین، در همه جا میتونین کار کنین، حتی در شرکت خودمون هم بحثات با کار میگیریم شما رو. سراغای ما شهر دوشنبه پیش بازار مهرگان دام مهنت دروب 5. در اینجا نشانه ما زدگی است راه نجات هیجامه. مرحمت. ما گفتن همونا در زمینم ایزی پا موندگی است که ما را زودتر میوگه. طرف دستی راست خلاص هیجامه ما